بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی رسول الله و اهل بیته الطاهرین و صحبه المنتجبین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در درس قبلی پیشین درباره راهی خداشناسی از طریق نظم، مشاهده نظم و هماهنگی در جهان بحث کردیم. امروز هم درباره یکی دیگر از راه‌های خداشناسی بحث خواهیم کرد و آن هم خداشناسی از راه هدایت و راهیابی موجودات. من حالا توضیح میدم. ببینید این راه غیر از اون راه هست. راهی نظم و هماهنگی یک راهی مستقل و قرآن راهی هدایت یابی موجودات رو به عنوان یک راه دیگر معرفی کرده است. حالا من توضیح دیم. شما نگاه کنید، هر موجود، هر مخلوقی که در این هستی، هر آفریده یک راهی دارد مشخص که حرکت میکند در آن، کأن بس یک هدف حرکت میکند. با عنوان مثال خودش راهش مییابد. شما نگاه کنید، هر یک کوره اسب، یک بچه اسب وقتی تولد میشود، از همون آغاز تولد به دنبال مادرش میرود، شیری مادر. گویا اینکه کسی به این آموخته است که باید این کار را انجام بدهد. متوجه هستید؟ یا مثال دیگر، زنبوری عسل همه اش 40 روز عمر دارد. در اون کتاب هایی که در رابطه با زنبوری عسل خوانید، اما در این 40 روز زنبور خیلی از کارها را انجام میدهد که حالا مفصل با آوردن آیات از قرآن در این باره بحث خواهیم کرد. مطلب این است، منظوری ما این است، وقتی ما نگاه میکنیم که همه موجودات عالم یک راهی مشخصی را طی میکنند و در این راه با یک گوی اینکه با آگاهی حرکت میکنند، سوال پیدا می شود که چگونه اینها راه خود را می یابند؟ آیا تعلیم دیدند؟ آیا زنبوری عسل برای ساختن اون خانه زیبای 6 گوشه اش یا برای ساختن عسل جای تعلیم دیده است، آموزش دیده است؟ مثلا در مکتب و دانشگاه ها درس خوانده است، کسی به آموخته است که باید این گونه و این گونه عسل درست کنی مثلا، یا این گونه خانه بسازی؟ نه، اینها در غریزه آنها نهاده شده است. از اینجاست که میگوییم که یک نیروی هست پشت سر اینها، یک قوه‌ای هست که آنها را به سوی هدفشان هدایت میکند که قرآن کریم میگوید این نیرو همان خداست. حالا من چند تا آیت را بخوانم. ببینید بحث ما درباره راه‌های خداشناسی از منظر قرآن کریم. تکرار کنم، ما درباره راه فطرت صحبت کردیم، با هم بحث کردیم. راه نظم و هماهنگی یعنی شناختن خدا از طریق راه نظم و هماهنگی در هستی، و امروز بحث ما شناخت خدا از طریق مشاهده اینکه موجودات را میبینیم آنها در راه خودشان با یک آگاهی گویان که حرکت میکنند. در سوره اعلی، همون آیات اولی سوره اعلی، خدا میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فهدی. ببینید، سبح اسم ربک الاعلی یعنی تسبیح کن، تنزیه کن. تسبیح کن یعنی خداوند را به پاکی نسبت بده،
تنزیه کن خدا، اسم ربک الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی، نام آن پروردگاری والای خود را. حالا اون صفت خداش الذی خلق فسوا، آن خدایی که آن پروردگاری که آفرید، خلق فسوا، معتدل و متوازن آفرید. تسویه سوا یعنی متوازن آفریدن، معتدل آفریدن یعنی با نظم آفریدن. صفت دیگر والذی قدر، پروردگاری که اندازه‌گیری کرد. قدر یعنی اندازه‌گیری کرد. این اشاره است به همان نظمی که در دستگاه هستی هست که بحث قبلی درباره آن بحث کردیم. اما بعد از این خدا میگوید الذی قدر فهدا. سپس خدا چیکار کرد؟ بعد از اینکه آفرید، معتدل هم آفرید، منظم آفرید و با اندازه آفرید یعنی منظم، سپس آنها را هدایت کرد، راهنمایی کرد برای اون هدفی که حرکت میکنن، در راهی که حرکت میکنن. خدا اینها را هدا یعنی راهنمایی کردن، هدایت کردن. یا در یکی از سوره ها، سوره ارزم حضور شما طه، آنجا که فرعون از حضرت موسی و هارون میگوید که من ربکما یا موسی، ای موسی پروردگاری که شما تو و برادرت مدعی هستید کیست؟ اون معرفی کن برای من. چون وقتی اینها رفتن برای دعوت فرعون به سوی صراط مستقیم، فرعون گفت من ربکما یا موسی، پروردگار شما کیست ای موسی؟ وقت در جواب حضرت موسی فرمودند ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدی، پروردگار ما همان ذات است که اعطی کل شیء خلقه، هر چیزی را آنچنانی که شایسته است آفرید. اعطا یعنی داد، کل شیء خلقه یا خلقه که برای هر چیزی همون آن چیزی که در خلقتش به اون نیاز دارد به اون بخشید. اما خب بعد رها کرد؟ نه، ثم هدا، سپس هدایت کرد، راهنمایی کرد. متوجه هستید؟ این از سوره طه است. پس خلاصه کنم، یکی دیگر از راه‌های خداشناسی این از طریق مشاهده این که موجودات یک راهی مشخصی را به سوی یک هدف حرکت میکنند و آنها را یک نیروی، یک قوه راهنمایی و هدایت میکند که جز آفریدگار و پروردگار نیست. در قرآن هم روی این خیلی تکیه شده است. مثلا در سوره نحل یعنی زنبور عسل، این آیت زیبا هست که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اوحی ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. یعنی پروردگار تو به زنبور عسل الهام نمود. اوحی ربک یعنی پروردگار تو وحی کرد. اون راهی که از زنبور عسل میرفت این با همون الهام الهی است. وحی در اینجا با معنی الهام است، یعنی در غریزه اش یک قوه را خدا نهاد، یک نیروی را نهاد که این نیرو ناخودآگاه اون زنبور را برای بسای این کارها سوق میدهد، میراند. پروردگار تو به زنبور عسل الهام نمود که از کوهها و درختان و مکانهای بلند برای خود خانه گزیند، سپس از تمامی میوه ها بخورد و راه‌هایی را که پروردگارش برای او تعیین کرده به راحتی بپیماید. خیلی اشاره خوبه. یعنی این در اینجا میگه فسلوکی سبول ربک، راه‌هایی که خداوند برای تو مشخص کرده است طی کنی. یعنی این کاری که زنبور عسل خانه میسازد و سپس عسل درست میکند و همه اینها اون راه‌هایی است که خدا براش
ترسیم کرده نشان داده است. در ادامه می‌فرماید تا از چرا طی کند این راه ها را؟ تا از درون شکم او عسل، همون نوشیدنی خاص، شرابون یخرج من بطونها شراب مختلف الوانها، تا از درون شکم او یک نوشیدنی خاص خارج شود با رنگ‌های مختلف که در آن فیه شفاء للناس، که در آن برای مردم شفا هست. این فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. اینجاست اون فینال، اون نتیجه این آیت که میگوید در این امر نشانه روشن و آشکار است از عظمت خدا، البته برای همه نه، لقوم یتفکرون، برای مردمی که اهل تفکرند، فکر میکنند، عقل خود را به کار میگیرند، تعقل میکنند. وگرنه خیلی هستند کسانی که این چیزها را میبینند، مگر تنها ما و شما میبینیم؟ اینا همه میبینند. اما همون کسانی که اینها را میبینند، بعضیشان کسانی هستند که خدا را منکرند، خدا را انکار میکنند. در اینها تفکر نکردند، تأمل نکردند که چگونه است این راز، این سر این زندگی یک زنبور عسل. این خیلی مهم است. در همین کتابی که من در جلسه قبلی هم یا ابتدای همین جلسه هم گفته بودم، یک کتابی هست به نام نظری بر طبیعت و اسرار آن. صاحبش در رابطه با زنبور عسل حرفای خوبی دارد. میگوید که در اینجا آمده است، در این کتاب دانشمندانی که راجع به زنبور عسل مطالعات و تحقیقات طولانی به عمل آورده اند، میگویند عسل ماده است که اگر خالص باشد هزاران سال سالم میماند و هرگز فاسد نمی شود، چرا که هرگز هیچ میکروبی را به خود نمیپذیرد. اینکه خدا میگوید فیه شفاء للناس، در تاییدش این دانشمندان میگویند عسل به خاطر داشتن ویتامین های گوناگون دارای خاصیت عجیبی است که میتواند برای تمام بیماری ها دوا باشد. در عسل ویتامین های ششگانه A و B و C و D و همه اینها هست و همچنین مواد معدنی آهن و فسفر و سرب و منگنیز و آلومینیوم و مس و سلفر و سدیم و همه اینها در ترکیب عسل وجود دارد. فیه شفاء للناس اشاره به همین مطلب دارد. ببینید خب اینها وقتی خدا میگوید این فی ذلک لآیة لقوم این فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون، اینجاست دیگر. شما اگر تفکر کنید پیرامونی یک همین عسلی که ما با اون مواجه هستیم، برخورد میکنیم، کافی است که شما را با خدا آشنا کنند. منتها باید چشم بینا داشت، گوش شنوا داشت، قلب و دل پاک داشت. وگرنه کسی که منکر خداست هر بهانه ای را میتواند بیاورد. باید از خدا خواست که خدا چشم کسی را نابینا و کر نکند، قلب کسی را زنگاری نکند. یک مثال هم بزنم و بعد درسی جلسه امروز هم به پایان برسانیم. در رابطه با همین راهیابی یک در همین کتاب خواندم، در همین کتابی از حضور شما نظری بر طبیعت و اسرار آن، میگوید یک جانوری هست به نام کرم. یک جانوری هست به نام آموفیل. جانوری خیلی کوچیک هم هست، حشره است، حشره آموفیل. این زندگی این خیلی عجیبه. صاحب کتاب میگوید که آموفیل هنگامی وقتی احساس میکند که از دنیا میرود، یک کرمی را شکار میکند و به نقطه از پشت آن کرم نیش میزند، به قدری که کرم فقط بی‌حس گردد، نه اینکه بمیرد. مثل نرکاس مثلا، یک نیش میزند اون کرخت میشد کرم و چون اگر بمیرد گوشتش فاسد میشود. سپس در یک نقطه مناسب از بدن این کرم تخم میگذارد. این همین آموفیل ماده نه.
و خودش قبل از اینکه نوزادش به دنیا بیاید میمیرد. تمامی آمافیل ها همینند. آمافیل حشره است که هیچ مادری بچهش رو ندیده است. بچه ها از گوشت کرم تغذیه میکنند تا بزرگ میشوند. عجیب این است که این فرزندان با اینکه روی مادر را هرگز ندیدند و این عملی فوق العاده او را مشاهده نکردند، پس از آنکه به حد رشد رسیدند در موقع تخم‌گذاری عیناً همان عملی مادر را با کمال دقت و بدون اشتباه تکرار میکنند. یعنی یک کرم پیدا میکنند، نش میزنند، کرخت میشود، در یک نقطه همون پشت کرم تخم میگذارند، تخم که میگذاره خودش میمورد، بعد اون بچه‌هاش با همون کرم تغذیه کرده بزرگ میشن. لا حول ولا قوة الا بالله. خب این یکی از اسرار این حیوان و این حشره است. کیست که این را برای این کار، برای این هدف هدایت میکند؟ آیا غیر از خداوندی عزوجل؟ از این نمونه ها زیاده است. اینجا جلسه را به پایان میرسانم تا درسی بعدی. و صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و اهل بیته.